آهنگ کره‌ای، فیلم کره‌ای، روتین پوستی کره‌ای، شوهر کره‌ای. از کی تا حالا کره‌ای‌ها اینقدر ترند شدن؟ ولی چیزی که نمیدونی اینه که کره جنوبی داره ذهنت رو خراب میکنه و میخواد تو بی‌نقص و پرفکت باشی. ولی واقعیت پشت دنیای پرفکتشون چیه؟ کره جنوبی کشوری که با فرهنگ، موسیقی و سینما دنیا رو تسخیر کرده. شاید شمایی که روی این ویدیو کلیک کردین طرفدار همه اینا یا حداقل یکیشون هستین، یا حداقل کنجکاوید که بدونید چرا اینقدر کره تاثیرگذار بوده. ولی امروز قراره یکم عمیق‌تر به همه چیز نگاه کنیم. اگه دقیق نگاه کنین هر چیزی مربوط به فرهنگ کره‌ای میشه یه جورایی بی‌نقص به حساب میاد. اما پشت پرده این فرهنگ چیه و چطور میتونه مخرب باشه؟ سالها پیش منم یه نوجوان بودم که عاشق سریال‌های کره‌ای بود و متاسفانه یا خوشبختانه مثل الان همه چی مهیا نبود. حتی باید CD سریال ها رو به سختی گیر می آوردیم و می دیدیم. اما الان فضای مجازی انقدر بزرگ و تاثیر برانگیزه که داره نگران کننده میشه. انقدر همه چیز کره ترند شده که احساس میکنم دیگه زیاد از حد شده و حتی بیشتر از سرگرم کننده بودن مضره. اما حالا چرا؟ مسئله اول، ظاهر پرفکت کره‌ای. کره‌ای‌ها معروفن به پوست شفاف، بدن لاغر، بینی کوچیک و ظاهر بی‌نقص. ما هر روز داریم این استانداردها توی سریال‌ها، موزیک ویدیوها و تبلیغاتشون می‌بینیم و مقایسه می‌کنیم خودمون رو با اون تصاویر. پوست شیشه‌ای کره‌ای‌ها توی تبلیغات محصولات روتین پوستی، حتی توی اینستاگرام فارسی هم فراوونه و شاید قبلا فقط یه پیج بود که محصولات رو از خود کره وارد می‌کرد. اما حالا ده‌ها پیج و سایت فروش محصولات کره‌ای هستن که با ترند شدن محصولات کره‌ای کلی فروش دارن. انقدر تبلیغات زیاده که آدم واقعا مجذوبشون میشه. برای کوچکترین و حتی نرمال ترین پوست‌های محصول هست. حتی برای خط‌های طبیعی گردن که یه نوزاد هم میتونه داشته باشه. قصد ندارم بگم این محصولات خوب نیستن یا کلاهبرداریان. ممکنه خیلیاشون برای برخی پوستا مؤثر باشه، اما مشکل من با تبلیغات فیک اینجور شرکت‌هاست که در واقع هیچ پوستی نمیتونه بی‌نقص باشه و مقایسه کردنمون با کره‌ای‌ها که نژاد کاملا متفاوتی با ما دارن میتونه به شدت مخرب باشه. چیز دیگه ای که از صنعت سرگرمی کره میشه نام برد فرهنگ وایت واش کردنه. کره‌ای‌ها به پوست خیلی سفید و رنگ پریده علاقه وسواسگونه‌ای دارن. قطعا میدونید که خود کره‌ای‌ها اصلا سفید پوست محسوب نمیشن و پوستشون ممکنه کمی به رنگ زردی بره، یا حتی خیلی‌ها در روستاها به علت کار در مزرعه پوست برنزه تری هم دارن. بارها در سریال‌ها و موزیک ویدیوهای کره‌ای دیده شده که چقدر با گریم تمام پوست بازیگرها و خواننده‌ها رو بیشتر از چیزی که هست روشن میکنن که سفید و بی‌نقص دیده بشه، در حالی که در واقعیت ممکنه اینطور نباشه. و اصلا کی تعیین میکنه که پوست روشن و سفید فقط زیباست؟ تو کشور خودمون هم اکثرا افراد سفید رو زیبا میدونن، ولی این قضیه در کشورهای آسیای شرقی شدت بیشتر و بیمارگونه تری داره. انقدر که توی آفتاب نمیرن که مبادا برنزه بشن، چون سفید بودن یعنی زیبا بودن. اما اگر دقت کرده باشید همون بازیگرایی که تو سریال ها سفید بفیدن توی سینما رنگ پوست عادی تری دارن، یا حتی میتونید یه سری لک و جای زخم و جوش و اینا هم رو صورتشون ببینید و بله جای ریش هم ممکنه داشته باشن، در صورتی که همون بازیگر اگه بیاد توی سریال‌های کره‌ای بازی بکنه انگار نه انگار که این بازیگر مرد رو صورتش ریش رویش داشته. یادم میاد بازیگر جی چانگ ووک برای سریال دلباخته در شهر ترجیح داده بود برنزه بشه، چون به نقش موج سوار میاد که پوست برنزه تری داشته باشه و این منطقی تره. ولی در سایت ها و انجمن‌های کره‌ای اغلب از تصمیمش ناراحت بودن و میگفتن رنگ پوست برنزه نیازی نبود و اون مثل همیشه جذاب به نظر نمیاد. تا اینکه نقش جی چانگ ووک در اواخر سریال که دیگه نیازی به برنزه بودن نداشت کم کم رنگ پوست سفید و روشنی گرفت و بعد همه میگفتن که حالا به نظرشون خوش قیافه میاد. از این گذشته معمولا وزن معمولی داشتن از نظر کره‌ای‌ها چاق به نظر میاد. بله چاق. از طرف دیگه دخترای گروه‌های کی‌پاپ معمولاً بیش از حد اسکینی هستن، چون میدونن اگه 1 کیلو وزن اضافه کنن با سیلی از کامنت‌ها از اینکه چقدر چاق شده و نکنه حامل است مواجه میشن، در حالتی که خیلی از نوجوان‌های سراسر دنیا الگوشون چنین استانداردهایی شده و برای اسکینی شدن رژیم‌های ناسالم میگیرن و حتی احساس ناکافی بودن دارن. عمل‌های جراحی سنگین هم که دیگه نگم، به اندازه کافی تو ایران خودمون چنین چیزی ترند و کلاس به حساب میاد. اما مسئله دوم، محتوای سریال‌های کره‌ای محبوب. مردهای سریال‌های کره‌ای اکثرا پرفکتن.
خوشقیافه، پولدار، با ملاحظه، وفادار. ولی همه میدونیم شانس اینکه یه گونگیو با ما بیاد تو رابطه خیلی کمه. البته شوخی کردم. یعنی خودتون میدونید که هرچی نسل جلوتر میره روابط چقدر سطحی‌تر و سخت‌تر میشن. سریال‌های کره‌ای معمولا مردهای رویایی بهمون تحویل میدن، چون نویسنده این سریال‌ها اغلب زنان هستن و زنان میدونن ما دقیقاً چی می‌خوایم. و وقتی ذهن چنین تصویری از مرد و رابطه بسازه، دیگه آدمای واقعی نمیتونن رضایتت رو جلب بکنن. یا اون دختر نرمال یا حتی فقیری که خوشگل ترین و پینترستی ترین اتاق رو داره و جدید ترین گوشه سامسونگ دستشه و لباساش کیوت ترین و برند ترینن. اینا بدونین که بفهمیم روی ذهن ما تاثیر داره، مخصوصا اینکه کم با جامعه واقعی در ارتباط باشیم. فشار روی زنها و حتی بچه‌ها. دخترای 12-13 ساله دارن روتین پوستی انجام میدن، رژیم میگیرن، دنبال فیلر و زاویه فک هستن. چرا؟ چون تصویر کامل بودن دیگه شده یه اجبار و اینا چون ترنده و حس بهتر بودن و با کلاس بودن بهشون دست میده. نتیجه یه نسل ناراضی از خودشون. همه دنبال چیزای خیالی هستن و هیچکس از خودش راضی نیست. فرهنگ کره یا بهتر بگیم نسخه ادیت شدهش داره به ما یاد میده تا وقتی بی‌نقص نشی خوب نیستی. جمع‌بندی: من عاشق فرهنگ کره‌ام. موزیک، زبان، غذاهاشون. ولی چیزی که امروز داریم میبینیم یک واقعیت فیکه. واقعی باشیم، خودمون رو دوست داشته باشیم و نذاریم یه استاندارد ساختگی اعتماد به نفسمون رو بدزده.